خب اسمم که دومینیکه، تو مازندران به دنیا آمدم، اهل مازندرانم و توی خانواده نسبتا معمولی به دنیا آمدم. خیلی تحت فشار بزرگ شدم، خیلی خشونت دیدم توی زندگی، خیلی کتک خوردم. مقاومت بدنی در مقابل کتک خوردن اصلا بچگیم آماده سازیش داشت انجام میشه و هم دونه دونه عذابا و سختی همون دوستشون دارم، همه‌شون رو دوست دارم. خیلی استعداد خاصی تو ورزش داشتم ولی خب حالا شرایط نبود، فرصت نبود، حمایت نبود، کسی نبود راهنماییمون کنه. نشد اون چیزی که باید بازدهی میدادم و بازدهی بدم. یعنی انقدر به کج و کوله رفتم تا خودم بالاخره بخوام راه خودم رو پیدا کنم. نه هیچ چیزی نیست که بخوام از دست دادنش باعث شکست شدنم میخواد بشه، باعث میخواد بشه که از بین برم. یه چیزی که از دستش بدم از بین میرم، اونم ایمان درونمه. کلا تعریف ایمان باور به چیزی که ندیدیش ولی وجود داره. بودم 15 سالم بود که خانواده‌ام من رو ترکم کردن. یعنی تو سن 12 سالگی پدر مادرم جدا شدن از هم دیگه. یه حس خیلی گندی به من برخورد. اصلا گفتش که الان هیچ کدومشون نمیخواند. اومدم تهران، تو ایستگاه اتوبوس نشسته بودم، بعد چمدون اینجوری دستم بود، هیچ جا نداشتم بخوام برم، خونه نداشتم. گفتم خب خدایا الان من کجا باید برم بخوابم، الان کجا برم، سر کارم کجاست، چیکار کنم الان؟ بعد یه مامان بزرگی داشتیم ما توی تهران پارک زندگی میکرد. بعد رفتم دم خونه‌اش، گفتم بابا این چمدون من تو خونت نمیام. حالا منم یه ذره جوان شهر بودم، گفتم این چمدون من تو خونت باشه، من نمیام خونت. من یه کار پیدا میکنم جا خواب داشته باشه، یه رستورانی یه کار پیدا میکنم تو جا خواب همونجا میخوابم. مامان بزرگم میبینی؟ نه تو بچه ای نمیدونم بابا مامان رو برو بابا مامان رو جمعت کنن. این داستانا وسط کوچه آبرو ما رو برد. کل اون بچه محله‌ای که از مثلا 4 سال 5 سالگی هم بازی می‌کردیم اینا، یک پسرمون امیرحسین بود اسمش. اوه اینو نگاه کن، همه هو میکشن اصلا. دنیا رو سرم خراب شد یه لحظه. بعد چمدونم زیپش خراب بود، ماموزیم چمدونم اینجوری هول داد، درش فوش و لباسم ریخته بود وسط کوچه. یه لحظه چیز شدم، خیلی اصلا خیلی داغون شد. جمع کردم و رفتم دم یه خونه بود، خونه عموم تو شرک سینا، شرک غرب. رفتم گفتم شما مهمون باشین میذاره آواره اینجا نداریم، نه مگه اینجا پانسیونه؟ حالا خدا به همه توشون هم برکت بده، همه‌شون خدا یعنی دوستشون داریم، همه‌شون اگه این کارا رو نمی‌کردن منم به اینجا نمی‌رسیدم. رفتیم تو ایستگاه اتوبوس، بعد تلفنم یهو زنگ خورد. یه آقایی بود به نام صفا نوربخش. نمیدونم شیخ المشایخ کل این درویشا و صوفیای ایران بودش. آدم مرد بزرگی بود خدا وکیلی. این آقا به من زنگ زد، بعد یک بار منو بیشتر ندیده بود، اونم توی شهری به نام گرگان. یه دهد 30-40 ثانیه منو دید، گفت اسمت چیه؟ گفت آها اسمتو میدونم، محمدی تو. گفتم تو من از کجا میشناسی اصلا؟ تو از کجا اومدی اصلا؟ من از کجا؟ اسم منو میدونی؟ این آدم عجیبی بود. و خلاصه اون روز به من زنگ زد، گفتش که خوبی محمد؟ بعد گفتم خوبم. گفت فکر کنم تهرانی. گفتم آره. گفتش که امروز نهار بیا پیش من. خدایا 30 ثانیه نشدم تو حبس. اصلا نمیدونست من بچه کجام. فقط من یک بار دید حد 30-40 ثانیه اونم توی یه اتاقی میشستن، هر کی می‌خواست ملاقاتش کنه میرفت تو اتاق، زانو میزد مثلا اون ادب و احترام مثلا صوفیگری در بشه. میشستن زمین ادب میبوسیدن و اینا، مثلا یه سکوتی میکردن، اگه یه سوالی میکرد جوابشو میدادن، یا مثلا یه مکالمه خیلی ریز، خیلی
سطحی میکردن، بعد طرف میرفت بیرون، بعد همه اینجوری بود جلوش اینجوری. بعد منم که اون موقع میدیدمش منم اینجوری بودم. یه خونه 2000 متری ویلا وسط بلوار ماهان جهانشهر کرج. رفتیم دیدیم سفره پهن کردن، غذا و فلان اینا. منم گشنه هیچ نخوردم دیگه. یکی دو روز رفتم اونجا برام غذا آوردن. بعد ملت میان تایم میگیرن باهاش صحبت کنن. این منو برد بغل صندلی خودش. بعد شروع کرد با هم گپ زدن و انگار که بچه‌شم. انقدر صمیمی. خلاصه رفتیم و شام نهار خوردیم با هم و بعد یکم گفتگو اینا کردیم. گفت اوضاع احوال چجوری، کار چجوری، شغل چی داری اینجا اینا. گفتم منم تعریف کردم براش. گفتم راستش اینجوری شده و اینا. گفت پس یعنی جای نداری بخوای بری الان؟ گفت نه. گفتم نه. گفت پایین یه اتاق من دارم، یه سویته اونجا خالیه، برو اونجا، جای تو همه. بعد خلاصه ما 4 سال توی اون خانقاه زندگی کردیم. خب بدون هیچ منتی. گفت فقط زندگی کن، موفق شو، همین. راه درست برو. اصلا از کجا اومد این مرد، این نیت از کجا اومد درون من هیچی نمیدونم. یه پسر 15 16 ساله، قدرت بدنی فیزیکی نسبتا خوب، ولی از درون یه هیولا داشتم. یه چیزی که شب می‌خواستم بخوام تو گوشم داد نعره می‌زد. خیلی خشم داشتم. ولی اون چی تو من دید، من اونو هنوز نمیفهممش. اینکه همیشه ضعیف بودم تو زندگی. خانواده ترکم کرد، تو مدرسه تو سریخور بودم، ضعیف بودم. بعد دبستان همیشه از دست دادم. بعد به یه جا رسیدم، گفتم چرا من بخوام دست بدم، دیگری من از دست بده. چرا من بترسم، بقیه من بترسم. دعوا می‌کردیم، می‌زدم، رحم نداشتم. آجر سنگ هرچی دست میاد پس گرش می‌کوبیدم. من آخوند می‌دیدم دوستشم استخوناشو بشکنم. اصلا وحشی بودم، اصلا دیوانه شده بودم. شکستن استخون، آسیب منو چیز می‌کرد، آروم می‌کرد. یعنی یکی رو بزنمش منو آروم می‌کرد. مثلا یکی از من مثلا یه ترسی داشته باشه، این منو خوشحال می‌کرد. یه بعد با محیط اونجا آشنا شدم دیگه. مثلا حالا تو یه پارکی بود باغ فاتح، میرفتم اونجا به این میله باش ملت میکنن دارم قدرت نمایی میکنم، من داشتم اون دردمو چیز میکردم، خالی میکردم. اینجوری خالی میکردم. مسابقه زیرزمین میرفتیم فقط به خاطر اون حس هیجان و اون حس اون وحشیگری تخلیه کنم. اون هیولا درونم دهنشو ببندم، بهش غذا بخوام بدم که آخوند آزاری میکردیم، بسیج آزاری میکردیم. او خیلی داستانه داشتیم ما. تو کار خلاف به جای که آقا داری حمایت هم میکنه این صفا نوربخش، بیا برو مثل بچه آدم پیشرفت رو بکن، موفقیت رو کسب کن. حالا اوکی پدر مادرت نکردن، این داره میکنه. رسید به جایی که دیگه منم عادت کردم دیگه، خود داره محبت رو میکنه دیگه. میدونی گفتم خب داره محبت رو میکنه، پشتم گرم شد. میدونی اون بحرانه که میگی، خیالم از اون بحران راحت شد. گفتم خب الان جام اوکی شد دیگه، اسپانسرم اوکی شد، حالا هر غلطی میخوای بکنی بکن. بعد رسید به یه جایی که حالا این بنده خدا آقای صفا نوربخش، اونم خب درویشی تو ایران مکافاتی واسه خودش دیگه، اطلاعات زیر ذره بین داشتش بنده خدا. رسید به جایی که به اون مرد داشتم آسیب میدادم. فکر کن این مرد بدون هیچ منتی، نمیدونم بدون هیچ انتظاری، فقط انتظار داره خب آقا کاری که داره واسم میکنه من به درستی انجامش بدم. همین انتظارش در همین حد، خالص محبت مطلق. یعنی حالا مجبور شدم اونجا رو ترکش کنم. یعنی این آقا هر کی منو ترکه به آسیب زد. خب وقتی صفا نوربخش منو ترکم کرد به محبت کرد. خب اینم بگم یعنی اینقدر محبت یعنی حتی ترک کردنش هم تو محبت بود.
وقتی ترکم کرد یه دفعه به خودم آمدم. خب بعد گفتم خب چیکار داری میکنی مردی که چیکار داری میکنی 20 تا 22 سال شدهش الان کجایی چیکار داری میکنی الان با خودت داری چیکار میکنی خب رفتم تو خودم لحظه. بعد اون موقع پارکور من کار میکردم توی تیم رها بودم من تیم پارکور رها بودم یه استادی داشتم آقای بهزاد مقدم دوباره بیجا بودم دیگه رفتم تو باشگاه هم خوابیدم همونجا تمرین میکردم. بعد 6 ماه تو اون باشگاه بودم بهزاد به من چیز میکرد جمع کن وسیله‌تو برو ترکیه. این 2-3 بار بهم پیشنهاد داد اینجوری مثلا هر کی سن طلایی بین مثلا 20 تا 30 ساله مثلا 20 تا 5 6 ساله سن طلایی من تو ترکیه گذشتش. یه آدم وحشی خشن اومدم تو ترکیه. بعد یعنی بدترین نوع نسخه خودم اومدم تو ترکیه. منم بدن قوی داشتم و یه دل خشن وحشی. تنها چیزی که داشتم یه نقطه مهر خدا اصلا اون بچگی تو دلم بود. حیوان آزاری اصلا نکن. ضعیف کشی هیچ وقت نمی‌کردم. مثلا مردم آزاری ضعیف کشی هیچ وقت نمی‌کردم چون اصل عشق تو دل من بوده ولی له شده بوده. خلاصه اصل داستان دومینیک از اینجا شد ترکیه به بعد شروع میشه. خب دوز بودم تبدیل شدم به یه آدمی که الان بهترین اعتمادا رو میتونم بهم بکنم. همش دختره که مثلا میدیدمشون مثلا با رفیق من رفیق بود فردا با اون یکی رفیقم رفیق بود همش این چیزا رو دیدم نه که تو جای خلاف بودم تو جای بد بودم چیز خوشگل خوب دیده نمیشه که زن اصلا آدم حساب نمی‌کرد. ولی رسیدم اونجا فهمیدم عشق مهر به زن چیه عاشقی یعنی چی اصلا عاشق شدم. تو ترکیه من یه بار تو زندگیم عاشق شدم. عشق وقتی عاشق بشی یعنی چی؟ یعنی که وقتی کنار عشق دیگه یارتی نه از زمان حالیت میشه نه از مکان. من یک بار تجربه کردم اونم تو ترکیه بودش. یه سمیناری بود توی استانبول درباره چی؟ درباره لیدرشپ مسیحیت. لیدرشپ مسیحیت. آره مسیحیت. مثلا میخوای بشارت بدی چجوری بشارت بدی نمیدونم دیگه چجوریه که به مسیحیت دعوت بکنی و اینکه هدف از مسیحی بودن چیه اصلا دنیا داره به چه سمتی میره مسیح چی گفته. یه سمینار اونجوری بود بودن 3-4 روز توی یه هتل. یه دختری هم به نام نازنین از ازمیر میاد اونجا. من کجا ازمیر کجا اون دختره کجا بعد من کجا بعد باشگاهی که در آینده آرزو داشتم بخوام برسم بهش ازمیر بود. دختر میاد اونجا ما هم میایم اونجا توی اتوبوس با هم دیگه آشنا میشیم. درد صحبت اسم چیه کجایی فلان. اولین قرار رو گذاشتیم با هم دیگه. یه بار قرار گذاشتیم تو کناک لب اون مجسمه هست نمیدونم حالا اسکلت ماهیه نمیدونم چیه و یه بار اونجا قرار گذاشتیم با هم دیگه. یهو تو بغلم نشسته بود لب اون سنگ منگا یهو یه موج زد خیس شد. اینم حالا از آب سرد فوبیا داشت شروع کرد لرزیدن. بعد اولین بار اونجا منو بغل کرد از ته دلش منو بغل کرد واقعا. حالا نمیدونم هدفش شاید محبتی بغل کردن نبود می‌خواست گرم بشه. بعد نمیدونم حالا پدن چینده بود داستان چی میگن نمیدونم. بعد با موجه صحبت کرده بود و این داستانا نمیدونم. اون بغلم کرد اصلا این منو بغل کرد تو یه چیز آتیش میگرفت عرق میکردم هوا سرد عرق میکردم داغون شد. بعد یه بار قرار داشتیم تو تلفریک سمت بالچوبا. خیلی قرارهای خوشگل داشتیم خیلی خوشگل باش زندگی کردم. خیلی از تک تک لحظه‌ای که باش بودم چه دعوا کردیم با هم چه با هم خوش گذروندیم. همه‌شو دوست دارم خودش هم دوست دارم. بعد اتفاقات پیش اومد ما نزدیک 1.5 سال با هم بودیم زندگی کردم با اینا. یه لیست داشتم من لیست اولین کارو مثلا اولین اینو با هم انجام دادیم اولین رستورانی که ما با هم رفتیم اولین سینمایی که با هم رفتیم اولین هتلی که با هم همه اولینای زندگیمو با نازنین کردم
بهترین یعنی قشنگترین خاطره‌ام تو رابطه، قشنگترین رابطه زندگیم، همه رو با نازنین تجربهش کردم. یکی از بهترین اتفاقای زندگیم شد نازنین. اونم کجا شد؟ تو ترکیه. من تو ترکیه از نظر کاری، من آدم غرور، من بنده کفشم و دلار نمیشدم بخوام ببندمش، پامو میبردم بالا، کمرم خم نشه جلو پام. خودم ببین چه غروری داشتم. بعد که واسه کسی با هم کار کنم به من بگه این کارو بکن، ولی تو ترکیه من بردگی کردم. مسیح رو پیدا کردم من تو ترکیه. من تو ترکیه یکم آوارگی کشیدم، ولی اصل داستان تغییر من از اون خشم مسیح شد. من مسیح رو تو ترکیه پیدا کردم. یه خانومی ما رو دعوت که به کلیسا، رفتیم کلیسا، بعد جشن کریسمس بود. به ما گفتش که بیا پارتیه. اون موقع اصلا دین فرار بودن، اصلا اسم اسلام و دین و مذهب و مسیحیت میومد. گفتم جمع کن برو کازوکوزات جمع چی میگید بابا. ما رو برد گفت بیا پارتیه، به مهمونی اینا. گفتیم اشغاله ببریم. رفتیم یه هتل گنده رزرو کرده بودن. بعد جشن کریسمسشون اینا بود، شادی و یه موزیک گذاشته بودن. موزیکی میگم سورپرستشی بودش. بعد من فکر کردیم موزیک کنسرته. حال می‌کردیم. خانم اومد توضیح میداد، حالا مثلا این کاری که می‌کردن توضیح میداد. گوش این موزیکی داره می‌بینین انقدر خوبه اینا، صورت پرستشی ما داریم، ما خدا رو داریم این شکلی ستایش می‌کنیم. بعد باب 15 لوقا رو تعریف کردن. یه مسئله پسر گم شده. اسم حکایه‌ای که توی انجیل رو تعریف کرد، یعنی موعظه‌اش کرد، مسئله پسر گم شده بودش. حالا مسئله‌شو که همه خوندن میدونن داستانش چیه. کل زندگی من توی این چند کتاب، توی این چند آیه انجیل اصلا کلا اومد این فیلم تو جلوی چشام رفت. خب یعنی پسری که میره به لجنزار میفته، به خوکتونی میفته، گفت عین خود من. خب بعد دوباره پسری که اون برمیگرده به باباش فکر میکنه، بعد خدا وقتی به سمت باباش حرکت میکنه از دور که میبینه پسرم داره میاد مثلا. خیلی داستانش طولانیه، بخاطر تعریف نمیکنم. کل زندگیمو توی این دیدم، توی این باب. چرا اون روزی که من میخوام برم این اصلا پسری گم شده چه ربطی به کریسمس داره اصلا؟ نه هیچ ربطی به کریسمس نداره. اصلا عجیب بود، همه چیز عجیب. کار خدا خیلی عجیبه. اون دلم به چیز افتاد، دلم به این لرزه افتاد. یعنی یه چیزی تا اون روز هیولای درونم بود که همش به من حاکمیت میکرد، این کارو بکن، اینو بزنش. از اون روز بعد یه صدای شروع کرد ندا دادن. انگار من بیرونش کرده بودم، اونجا اومد تو من دوباره. گفت این همه دنبال من میگشتی، این همه پوچ رفتی، یا اینجا جای منه، اینجا خونه من. شروع کردم انجیل خوندن، شروع کردم پرسجو کردن، این چیه، اون چیه. و خود انجیل هم میگه تنها عیسی است که استاده و اون میآموزه به ما طرز زندگی رو. و هر وقت که دعا میکردم از خود عیسی میپرسیدم. موعظه بی‌احترامی نمی‌کنیم، ولی تو مذهب همه چرت و پرت زیاده. از خود عیسی سوال میکردم این چیه؟ چجوری این لعنت رو از بین ببرمش؟ چجوری این خشم رو بخوام از بین ببرمش؟ و پاسخش میومد، واضح میومد. بزرگترین و مهمترین و اصلی ترین اتفاق زندگی من تو این ترکیه اتفاق افتاد. این مسیحی شدن من. گذشت ترکیه، کم کم رفته خب خشمم از بین رفت، ساکن شدم، آروم شدم، محبت رو یاد گرفتم. رسیدم به اینکه با مادرم و خواهر برادرم توی خونه بودیم. بعد خیلی کلنجار، خیلی جواب مشکل خوردیم، از خونه دوباره زدم بیرون فلان اینا، ولی کم کم جوری شد که چف شدیم. الان با مادرم انقدر عاشق مامانم، حتی بابامو الان نزدیک 15 سال 17 سال نزدیک 17 سال بابامو ندیدمش، ولی هنوزم دوست دارم بابامو ببینم دوباره. یه روزی هم به تمام اون هدفایی که دارم، فقط یه روزی گفتم خاص میشم، به اون کمربند قهرمانی که برسم، به اون جایگاه برسم، یعنی از نظر مادی به اون
موفقیت برسم قهرمانی جهانم دست بابام میگیرم. بابام عشق بنز داشت، یه بنز خوشگل واسش می‌خرم. چون اگه اون منو کتک نمیزد به اینجا نمیرسیدم. اولین مربی بابام بودش. بهترین مربی بابام نبود. واقعا بهترین مربی بابام بود. یکی از بچه‌ام بود سنگین وزن بود، نزدیک 100 کیلو وزنش بود. من چقدر؟ من 72 کیلو وزنم بود. بعد توی این یوتیوب من آرمبار، تکنیک آرمبار رو دست رو قفل می‌کنی. تو یوتیوب دیده بودم. بعد خیلی حال می‌کردم باهاش. بعد حالا می‌دین فیلمو که می‌بینی تو مغزت شبیه سازی می‌کنه دیگه. اینو من ناخواسته این آرمبار گرفتم دستشو اینا. گفت تو قبلا جوجیتسو کار کردی؟ گفتم نه به خدا. این گفت اینو از کجا بلدی تو؟ تو یوتیوب نگاه کردم فقط. خوشش اومد، حال کرد با. گفتش که تو بیا باشگاه ما فقط چیز کن. شهر اون اجرت اون سالن، یعنی سالن که کرایه میکنن، فقط دنگ سالن کرایه دادن رو بده، بیا تمرین کن. رفتم تمرین شروع کردم. استادمون آقای یاسین اول یک دو ماه با حسن کار کردم، آقای حسن ایلدیز. بعدش آقای فرهنگ اومد، استاد فرهنگ، با استاد فرهنگ چند ماه کار کردم. بعد استاد یاسین، استاد ارشدمون، استاد اصلیمون که تو صاحب آشنا کلنه، صاحب تیممونه، بعد باهاش کار کردم بدون هیچ یعنی کم یا زیاد بودن. هر چی که بلد بود خالصانه به من منتقل کرد. حالا نمیدونم چی تو من دید، از من شهریه نمیگیره، برام قرص ویتامین میرفت میخری. مسابقه میخواستیم بریم، پول ثبت نام مسابقه نداشتم، نزدیک 150 دلار پول ثبت نام مسابقه بود. ثبت نام میکرد بیا تو مبارزه تا بکن. مسابقه میرفتیم. یه بار یه دوست عزیزمون بود، استادمون عزیزمون آقای تایلان، یه مسابقه داشتیم. هفته قبل مسابقه من دندون در گرفتم شدید، سرم گیج میرفت. نزدیک 10-12 لیره، حالا مبلغش چقدر بود، 2-3 تا از 3-4 تا دندونامو خودش رفت درست کرد. گفت تو به هیچ چی فکر نکن، نه به پولش فکر کن، نه پول ازت میخوام، نه هیچی، تمرین کن. چجوری خدا میچینه، چجوری خدا چه مهری دلشون میذاره که اون پلنی که واسه من چینده بره جلو. شدم یکی از بچهای دوست داشتنی باشگاهی که روی 3 سال پیش، اون موقعی که من ترکیه، 5 سال پیش موقعی که من ترکیه پول نداشتم بخوام برم، الان یکی از عضوای اصلی اون باشگاه. ببین چجوری چینده شد. جوجیتسو رو هم تو ترکیه شروع کردم، یعنی اصل پیشرفتمو توی ترکیه به دست آوردم. حالا چند تا مقام به دست آوردم. تو مسابقات قهرمانی ترکیه اولی و سومی داشتم. تو مسابقات بین‌المللی جوجیتسو تو نوگی 2 تا سومی داشتم. طلا که داشتم. تو مسابقات یکی از حالا بهترین مسابقه گرفتم تو قهرمانی اروپا بود. توی AGP اون دوم شدم اونجا با دست شکسته. چرا؟ فقط یعنی آرزوم بود مدال بگیرم، بیام رو اون سکوی پرچم شیر خورشیدی بیارم بالا. یعنی خیلی اینو واقعا آرزوی بابا بزرگم بود همیشه که نوش به اونجا برسه، این پرچمو بیاره بالا، هویت اصل ایرانی رو نشون بده، پرچم اصل ایرانمون رو نشون بدیم. بعد تو مسابقه گی دستم شکست، گفتم ای لعنت بهت. بعد فردا حالا 5 تا دیگه مسابقه مونده، مسابقه نوگی بود. چیکار کنیم؟ نه گفتم باید برم، باید مدال بگیرم. طلا نشه سومی میشه، نقره میشه، باید مدال بگیرم، پام رو اون سکوی بره. رفتم مسابقه رو دوم شدم تو مسابقه که پرچم آوردم بالا. حالا فیلمش هم هست تو صفحه دیگه.
بعد تا اینجا شد ترکیه. یعنی از ایران که اومدم تعریف کردم دیگه چجوری اومدم تو ایران، از ایران اومدم با چه وضعی، با چه شخصیتی، با چه مهارت‌هایی، جیب زنی خفن تو ترکیه ساخته شدم. مسیح رو پیدا کردم، محبت حقیقی رو پیدا کردم، عاشق شدم و مسیر اصلیم توی اون رویای بچگیم که همیشه آرزوش داشتم آدم خاص بشم، قهرمان بشم و پیدا کردم. خیلی میگن سن دیره، الان باید تو قهرمانی تو میشد، قهرمان جهان باید میشدی، ولی هیچ وقت دیر نیست. هیچ وقت دیر نیست. بعد مطمئنم که یه روز قهرمان جهان خواهم شد. شخصی میشم که از این که من تو زندگیشون هستم منو دارن لذت ببرن، افتخار کنن. کل این چیزایی که تعریف کردم، خب کل این تا الان ترکیه 9 دسامبر 2023 همه رو یادت باش که چی گذشت. ببین درخت بامبو، نمیدونم حالا دقیقاً ارقامش رو نمیدونم، ولی میگن حدوداً 5 سال طول میکشه، 5 سال زیر زمین رشد میکنه، 5 سال جوانه نمیزنه. خب 5 سال زیر زمین رشد میکنه، یعنی 5 سال فقط داری آب میدی، هیچی هم نی، خاکه. بعد 5 سال میگن 7 متر 5 متر رشد میکنه بعد 5 سال. خب تو چند وقت، تو مثلا چند روز، یه ماه، نمیدونم حالا میگم ارقامش رو نمیدونم، ولی فکر کن 5 سال تو خاک داره رشد میکنه. بعد یه مثلا کسی که داره بهش آب میده فقط داره خاک رو میبینه، هیچ جوونه‌ای نمیبینه، ناامید نمیشه. بعد 5 سال تو چند روز 7 متر یه دفعه یه چیزی رشد میکنه میاد بالا. یکات زندگی من هم اینجوری شدش. خدا وقتی چیندش بدم خودش میدونه چجوری خفن بچینه. عالی. از زندگی من انقدر راضیم، خیلی دوستش دارم. تاریکی رو دیدم، تو تاریکی نور رو پیدا کردم. نور بر تاریکی پیروزه. اگه یه کاری بلدی داری انجامش میدی، خب تو داری انجامش میدی، داری مثلا سگ دو میزنی میدوی، مثلا من دارم انجامش میدم. اگه شد نشد گردن خدا نباید بندازیش که، ولی یه جایی هست میگی آقا من نیستم، پس من این کاری نیستم، تو انجامش بده. اون موقع است که دیگه تو فقط باید تماشا کنی و اونه که انجام میده برات. تو میدونی یه چیزی هست، یه آیه هست قرنتیان، اگه اشتباه نکنم قرنتیان 2:20 اگه اشتباه نکنم، میگه من نیستم که داره زندگی میکنه، من با عیسی به صلیب شدم و اونه که داره تو من زندگی میکنه. یعنی اصلا چی بهش میگن اینو تو فارسیش میگه باپتیست، غسل، تعمید اصلا معنیش چیه؟ کسی که بودی میمیری در مسیح زنده میشی. میدونی مثل چی میمونه؟ شمشیر سامورایی دیدی؟ با شمشیر سامورایی خب یه مدت کار میکردیم. شمشیر سامورایی ساختنش رو میخوای ببینی، خب این حکایت خودمون میشه. تا بخوای اون منیت رو بخوای ببین ببریش، اون هیولای درونی که بهت میگفتم ما بخوای ببین ببریش، چیکارش میکنه؟ داغش میکنه، گدازه، خب میکنه تو آب یخ، شکنجه رسمی قشنگ. دوباره داغش میکنه، داغ میکنه تو آب یخ. خیلی از این شمشیرها اون وسط ترک میخوره، این بزنش دور، تموم شد. مثل خیلی آدمای پوچی که دارن زندگی میکنن، شاید 10 تا شمشیر ترک میخوره، 3 تا 4 تا دونش مثلا میشه اون شمشیر سامورایی که کاتانایی که یه چی بهش میگن درخت به این قطر رو میزن نصفش میکنه. پروسه داره که اون شمشیر به وجود بیاد، اون شمشیر بشه.
باور به چیزی که ندیدیش ولی وجود داره. تا قبل ترکیه من بودم محمد اسم من، خب من محمد بود دیگه، شناسنامه‌ای محمد بود که سگدو میزد این کارو بکن اون کارو بکن اینجوری کن اینجوری کن. اومدم ترکیه، مسیح رو پیدا کردم و گفتم آقا من دومینیکم دیگه، محمد نیست. دومینیک یعنی چی؟ یعنی متعلق به پادشاهی آسمان معنیش. اسم دومینیک رو به من دادن و من شدم دومینیک و زندگیمو دادم به مسیح. گفتم آقا تو برون، تو انقدر تو جاده خفن داره میره، الان جاده چالوس هست میره طبیعت رو حال میکنی. من دیگه پشت فرمون اومدم این و نشستم تو کنار راننده، اون داره میرونه، من دارم از طبیعت لذت میبرم. زندگیم الان اینجوری شده. یا مثلا یکی از دوستان بود مثال میزد تاجی که پادشاه رو کلش میذاره، اون تاجی که اون پادشاه با اون عظمتش و با اون جایگاهش میخواد رو کلش بذاره، اون تاج از کجا رد شده؟ مذاب بوده، کوبیده شده، رفت تو یخ، دوباره اومد داغش کردن، دوباره این همه نگینه رو به خودش بچسبونه. چجوری میچسبونه؟ میکوبه دلش، قالب بگیره فلان، درد داره، تراش میخوره. تک تک این عذابا، تک تک این چیزا هم داره ما تراش میده. رو داری تراش میبینی، نگینه داره رود کاشته میشه. من اینجوری نگاه میکنم. وقتی به این دید نگاه میکنی خیلی از دردت هم لذت میبری. ولی الان که دارم برم برزیل، ببین خدا ببین چجوری داره میچینه. آورد ازمیر اول، چین جوجیتسوی برزیلی به میاد داد فلان داد، رسون به یه حدی که خب اوکی حالا باید بری لول بعدی. خب پول نداشتم، شرایط نداشتم بخوام برزیل برم. برزیل آورد ترکیه. تییاگو اومد ترکیه. فیلماشو دارم. آره خودت اومدی فیلم گرفتی. برزیل یکی از مربی گنده برزیل، نه هر برزیلی، یکی از مربی خفن برزیل، کسی که ببین کسی که مرد یعنی تو جوجیتسو مرد رویای من لئاندرولوه. هم آرزوم بود که با این مرد رول کنم، کشتی بگیرم. متاسفانه از دنیا رفت، مردش. ولی کسی که هم سفره این مرد بود، هم تمرین من بود، این مرد بود، رفیق این مرد اومد ترکیه. و با این مرد من رفیق شدم. تییاگو شد استاد من. ملت چقدر پول خرج میکنن بیان از این آدم سمینار مثلا بگیرن، مجانی اومد واسه من استادی کرد. بعد و حالا خدا فراهم کرد، ترکیه منو نخواست، به مقابل نداد. گفت اشکال نداره میبرم این جای خفن‌تر. میگم کار خدا وقت عجیبه، اگه بهش اعتماد بکنی خب خیلی خفن برات میچینه. دقیقاً 2 سال دیگه تو ترکیه نیستیم، شاید تو برزیل و آمریکا هم نباشیم. الان دارم کف تهران تو آزادی. آره الان دارم میرم برزیل. ولی 2 سال دیگه اون موقع میخوام یه فیلم جدید ثبت کنیم و اون موقع میخوام دوباره موفقیت تو اون موقع بگم، قهرمان جهان شدم، توی فلان سازمان ام ام ای بازی کردم، این پیروزی داشتم، به قهرمانی که میخواستم رسیدم. خب اون موقع تو آفیس شخصی و مجلل خودتین تو تهران، رضا شاه هم که برگشته ایران رو قشنگ مشتی ساخته، در بغل باز کرده واسم. 1 سال 2 سال دیگه هم من باید به اون جایگاهی برسم. یعنی الان هم گفتی یه پیام جلو درون بده، یه قولی باید به خودم بدم که 2 سال دیگه کسی باشم که بخوام یه فیلم ضبط کنم. ترکیه منو نخواست، به مقابل نداد. گفت اشکال نداره میبرم این جای خفن‌تر. میگم کار خدا وقت عجیبه، اگه بهش اعتماد بکنی خب خیلی خفن برات میچینه.